سلام داداش. سلام. چی شده داداش؟ خیلی وقت بود سراغم نمی کردی. 5 سالی میشه پیم نفرستادی. پرتقال دستم بود برم خونه. از خونه روبروی زن و شوهر میشناسیشون. هراسون اومدن تو کوچه. 8 و 9 شب بود. خونه آتقی؟ چند وقت فروختن به یه خونوار کلیمی. اما بیازارن. رفتم ببینم چه خبره. همینجوری نفهمیدم چی شد. دیدم افتادم روی جنازه که هنوز داشت جون میداد. یه چاقو تو دستم، خونی. یه پیر زن بخت برگشتم با تورات میزد تو پک پهلوم که قاتل. اون پسره با اون زنش که اون پسره گوش کن. اون پسره با زنش اسم پسره دانیاله. اون پسره همه چی رو میدونه. دنبال اون باش. صبح تا حالا خیلی چیزا روشن شده. حاج میتی همه چی رو میدونه. میشناسیش؟ برو پیشون بازار. کار یهوده تو خودشونه، اما بعدشون نمیاد یه تبلیغ دیگه هم بکنن. نقششون نبوده. اما حالا که یه نفر با پاکت پرتقال تو دستم بود بالا سر جنازه شده قاتل، بعدشون نمیاد که بگن مسلمون کلیمی میکشه. این روزا میدونی که چه خبره. هنوزم تو اون روزنامه کار میکنی؟ بله. هنوزم زن نگرفتی؟ چرا داداش یکی دیگر بدبخت کنم؟ حرف و سیاست و کافه و رفیق بازی دور میپامد. مو سفید کردی. آقا جون و ننه همه عمرشون پای ما بودن. 5 ساله بهشون سر نمیزنی. هیچ کس تا حالا تو رو یه شب جمعه سر قبر یک وفا میره حتی زنت ندیده. مرد باید گریم بلد باشه. از کجا داداش که ما بلد نیستیم؟ شاید زیادی هم بلدیم. از اینکه بعد این همه سال به داشت کوچیکت رو کردی ممنون. میرم پاش، اما فضولی نباشه. شما که سر تو کار سیاست بیشتر داری، میدونم تو جریان آقای کاشانی و دکتر مصدق و مجلس و بازار واردی. اما از اینکه به منم گفتی خیلی ممنون. اگه اون پسره رو با زنش بیاری دادگاه، پیداش کنی و بیاریش برای شهادت، یه تکون به خودت دادی، میتونی که فرستادم دنبالت. ولکن پسر، زدی به قلم و روزنامه، چی داری به سر خودت میاری؟ آخر عمریه بیا سراغ بابات، مادرت، خواهرت، بیا سراغ من. خوب کردی فرستادی دنبالم. دیگه داشت حوصله‌ام سر میرم. میارمش این دانیالو، هر جوری هست میارمش.